خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من لاله هستم و شما در این کانال قرار هست مطالب توسعه فردی رو همزمان با زبان انگلیسی یاد بگیرید. پس اگر میخواید واقعا با یک تیر دو نشون بزنید با من همراه باشید. خب امروز میخوام در مورد اهداف بلند مدت صحبت کنم. اهدافی که خیلی مهم هستند و ما معمولاً دست کمشون میگیریم. دوری کلارک یکی از نویسندگان و بیزنس وومن‌های معروف دنیا یک کتابی رو داره به نام لانگ گیم، یعنی بازی بلند مدت، و خیلی زیاد تاکید بر این داره که اهداف بلند مدتتون رو فدای اهداف کوتاه مدتتون نکنید. حالا من میخوام توی این ویدیو بخشایی از صحبت‌های دوری کلارک رو برای شما به انگلیسی بخونم و بعد در خلال توضیحاتی که بهتون میدم لغات و اصطلاحات انگلیسی رو هم آموزش میدم. اگر آماده این بریم سراغ بخش اول. توی این بخش میخوام در مورد این باهاتون صحبت کنم که طبق گفته دوری کلارک ما نباید فقط منتظر نتایج فوری باشیم. چیزایی که توی کوتاه مدت و خیلی سریع نتیجه میدن اینها معمولاً چیزایی نیستن که باعث پیشرفت ما میشن و اهداف بلند مدت هستن که اگر ما به طور مداوم اونها رو انجام بدیم و به سمتشون بریم باعث نتایج چشمگیر تو زندگیمون میشن و پیشرفت در واقع حاصل تلاش بلند مدت هست. خب بریم متنش رو با هم بخونیم و لغات و اصطلاحات انگلیسیش رو هم یاد بگیریم. Many people feel pressure to show quick results, but long-term success usually comes from slow and steady progress. توی این جمله feel pressure یعنی احساس تحت فشار بودن و long term یعنی بلند مدت. long term success یعنی موفقیت بلند مدت و progress یعنی پیشرفت. حالا میخوام بگم پیشرفت آهسته و پیوسته میشه slow and steady progress. بچه‌ها steady به معنای پیوسته هست. خب معنی جمله‌مون چیه؟ خیلی از افراد تحت فشارن یا حس میکنن که باید نتایج فوری نشون بدن، باید زود به نتیجه برسن، اما موفقیت بلند مدت معمولاً از چی میاد؟ از پیشرفت آهسته و پیوسته میاد. When you focus only on short-term achievements, you may miss opportunities that could help you grow in the future. Short-term به معنای کوتاه مدت هست و مخالف کلمه long-term هست که الان گفتیم. و achievements یعنی دستاوردها. Opportunities یعنی فرصت‌ها و مفردش میشه opportunity. وقتی که میگم miss opportunities یعنی فرصت‌ها رو از دست دادن. خب ببینیم معنی جمله چیه. وقتی که شما فقط روی دستاوردهای کوتاه مدت تمرکز میکنین ممکنه که فرصت‌هایی رو که میتونستن به شما کمک کنن که در آینده رشد کنید و از دست بدید. Long-term thinking means investing your time and energy in things that don't pay off immediately, but can transform your life over time. Invest به معنای سرمایه گذاری کردنه. وقتی که میخوام بگم من سرمایه گذاری میکنم توی یه چیزی از preposition in استفاده میکنم. Invest in something. و payoff معنیش یعنی به ثمر رسیدن، به نتیجه رسیدن. یعنی یه چیزی که کار میکنه، جواب میده. و وقتی میگم don't pay off
خب یعنی به نتیجه نرسیده. و transform به معنای دگرگون کردنه. خب تفکر بلند مدت یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری کردن زمان و انرژیتون در چیزهایی که ممکنه فوراً جواب ندن. چیزهایی که فوراً یا بلافاصله نتیجه نمیدن. اما میتونن در طول زمان زندگی شما رو دگرگون کنن. خب تا اینجا چطور بود؟ بخش اول رو با هم رفتیم. حالا میریم به بخش دوم. خب میخوام بهتون یه نکته دیگر رو در مورد بازی بلند مدت بگم. برای اینکه شما بتونید در بلند مدت به نتیجه برسین، باید چند تا خصوصیت داشته باشین. اول اینکه صبور باشین و متعهد باشید به اون کاری که دارید انجام میدید. شروع کنید به طور مداوم مهارت‌های جدید یاد بگیرید، ارتباطات جدید با افرادی که شما رو به هدفتون نزدیکتر میکنن برقرار کنید و اینها میشن سرمایه گذاری شما برای آینده. خب حالا بریم متن رو با هم بخونیم و باز هم لغات و اصطلاحات انگلیسی یاد بگیریم. To think long term, you must be patient and consistent. Patient به ma'nای صبور هست و consistent به معنای ثابت قدم. هر دوشون صفت هستن. برای اینکه بتونید بلند مدت فکر کنید، شما باید صبور و ثابت قدم باشین. و حالا این شامل چی میشه؟ بریم جمله بعد. This includes building skills, creating meaningful relationships, and choosing projects that match your values. توی این جمله include به معنای شامل شدن هست و skill یعنی مهارت. Relationship یعنی ارتباط و value به معنای ارزش هست. وقتی که میگیم match your values یعنی با ارزش های تو سازگاری داره. حالا بریم معنی جمله رو با هم بررسی کنیم. این که شما باید صبور و ثابت قدم باشین شامل چیا میشه؟ شامل ساختن مهارت ها، ارتباطات معنادار به وجود آوردن و انتخاب کردن پروژه هایی که با ارزش های شما سازگاری دارند. These investments may seem small today, but when repeated over months and years, they can create opportunities that others never see. Investment به معنای سرمایه گذاری هست و یه اسمه. فعلش رو یادتون میاد توی بخش قبل گفتم invest. و حالا معنی جمله این هست این سرمایه گذاری ها ممکنه که امروز کوچیک به نظر برسن، اما وقتی که در طول ماه‌ها و سال‌ها تکرار میشن میتونن فرصت‌هایی رو ایجاد کنن که دیگران هرگز نمیبینن. Long-term thinkers don't rush. They plan, commit, and trust the process. خب rush به معنای عجله کردنه. وقتی میگم don't rush یعنی عجله نکن. و plan به معنای برنامه ریزی کردن هست. commit به معنای متعهد بودن هست و trust به معنای اعتماد کردن هست. وقتی میگم trust the process یعنی به فرایند اعتماد داشتن، به مسیر اعتماد داشتن. اوکی. پس جمله آخر هم میگه افرادی که بلند مدت فکر میکنن عجله نمیکنن. اونا برنامه ریزی میکنن، متعهد میمونن به برنامه ریزیشون و به فرایند یا مسیر اعتماد میکنن. حالا توی این بخش میخوام در مورد یک نکته‌ای که دوری کلارک تأکید میکنه که ما توی بازی بلند مدتمون باید رعایتش کنیم بگم.
و اون هم شجاعت نگفتن هست. به چه چیزی نبگیم؟ به کارهایی که فوری هستن اما مهم نیستن. الکی برنامه‌مون رو نیایم پر کنیم از کارهای این چنینی و تمرکزمون رو بذاریم روی هدف بلند مدتمون. به خاطر چی؟ چون زمان ما خیلی مهمه و ما باید تمرکزمون رو بذاریم برای اون هدف اصلیمون، نه چیزایی که مهم نیستن. خب حالا بریم و متن رو با هم بخونیم. Long-term thinking also requires the courage to say no. Require به معنای نیاز داشتن یا لازم بودن هست و courage به معنای شجاعت. یک اسمه. تفکر بلند مدت همچنین نیازمند شجاعت نگفتن هست. When you constantly fill your schedule with urgent but unimportant tasks, you lose the time needed for deep work. توی این جمله constantly به معنای به طور پیوسته یا به طور مداوم هست. schedule به معنای برنامه، پلن هست و وقتی میگم fill your schedule یعنی برنامه تو پر میکنی از یه سری چیزها. و urgent به معنای فوری هست. unimportant یعنی غیر مهم. و deep work یعنی کار عمیق یا focused work، کار متمرکز. جمله میخواد چی بگه؟ وقتی که شما به طور مداوم برنامه‌تون رو پر میکنین از کارهایی که فوری هستن اما غیر مهمن یا مهم نیستن، شما زمانی رو که لازم هست برای کار متمرکز از دست میدید. Protecting your time means giving priority to the projects that matter most, even if others don't immediately understand your choices. Protect به معنای محافظت کردن هست. Protect something، محافظت کردن از یک چیزی. Priority یعنی اولویت. وقتی میگم give priority یعنی اولویت دادن. Give priority to something یعنی اولویت دادن به چیزی. جمله ما میگه محافظت کردن از زمانتون یعنی اولویت دادن به پروژه هایی که matter most، بیشترین اهمیت رو دارن. matter یعنی اهمیت داشتن. حتی اگر بقیه فوراً متوجه انتخاب شما نمیشن. حتی اگر که بقیه فوراً انتخاب‌های شما رو درک نمی‌کنن. Over time, these focused efforts become the foundation for extraordinary results. و over time یعنی در طول زمان. Effort یعنی تلاش. Foundation یعنی پایه و اساس. و در نهایت extraordinary یعنی فوق‌العاده، استثنایی و یک صفت هست. و جمله آخر ما میخواد بگه که در طول زمان این تلاش‌های متمرکز تبدیل میشن به چی؟ به یک پایه و اساسی برای نتایج فوق‌العاده و استثنایی. شما هم سعی کنید در مورد بازی بلند مدتتون فکر کنید. شما چه خصوصیت‌هایی دارید؟ آیا دارید اون مهارت‌ها و اون ارتباطات رو می‌سازید یا نه؟ آیا تمرکزتون روی اهداف بلند مدتتون هم هست؟ تا ویدیوی بعدی، فعلا.